مادرم 10 بجی شب فوت کرد. تا 11 بجی روز مادرم کفن نداشت. ما بسیار به مشکلاتی زندگی خود پیش میکنیم. ما بسیار در داور هستیم. یک روز پیدا میکنیم، 2 روز پیدا نمیکنیم. زندگی ما بسیار به مشکلات تیر سفری میکنیم. اون فلسطی کارا میسوزانیم. این بچه مریض است، اون دوایش کود و جفتیدگی است. میریم به یک دیگه خانه کار میکنم. در کنار خواهر محترم هستیم که وجود که خودش چند تا تفلکای قد و نیم قد داره، در کنار از او سرپرستی 3 خواهر هم میکنه. اون پلاستیکایی که شما مشاهده میکنین اینا میسوزانن و با واسطه از او خودشان گرم میکنن. مانند این خانواده به صدها خانواده دیگر از فقر و بیچارگی رنج میبرند. شما با $100 امریکایی می توانید تمام ضروریات زمستانی یک خانواده را تأمین کنید. همین اکنون اقدام نموده و از رنج فقر نجاتشان دهید.